خب دوستان عزیز، این لحظه ای که سپیده باید بره روی سن. سال هاست که داره این کارو میکنه، منم سال هاست که دارم خواننده های کنسرت بزرگ اوبهازن رو تا دم سن، تا دم پله ها راه همراهی میکنم. سپیده یه سوالی ازت دارم، از خیلی از هنرمندای عزیزمون تا حالا پرسیدم، احساست وقتی که اون بالا میخونی، وقتی که این چند تا پله رو میری بالا چیه؟ فکر نمی‌کنم چیزی اصلا قابل مقایسه با این احساس باشه. این لحظه بهترین لحظه کاری منه. این لحظه دلیلیه که من تو این کار هستم. بهتر از هر چیز دیگه تو بیزنسم، تو کارم، این لحظه رو که جلوی مردم برنامه زنده اجرا میکنم رو دوست دارم. اون لحظه‌ای که داری میخونی، اون موقعی که آهنگایی رو که چند صد بار شاید چند هزار بار تا حالا خوندی و همه رو حفظی داری میخونی، دوباره به چی فکر میکنی؟ باورت میشه که وقتی اون بالا میرم توی زونی میرم، اصلا معمولا 90% اوقات یادم نمیاد چیکار کردم، به خاطر که توی زون میرم انگار که از بدنم خارج میشم، یه کارایی میکنم بعد میام پایین. انقدر توی اون زون خاص خودش میرم، انقدر با انرژی مردم منو در بر میگیره که اصلا باور کن یادم نمیمونه. خیلی اوقات یادم نمیمونه چیکار کردم. مثلا میام پایین، شوبرد یا بقیه بچه‌ها میگن اوه این کارت خوب بود یا این کار بد بود، میگم اصلا یادم نمیاد این کارو کردم. تو که الان میری بالا برنامه‌تو میخوای اجرا بکنی، من پایین سن هستم و مردم عزیز ایرانیانی که از نقطه‌های مختلف جهان به اینجا اومدن برای اینکه برنامه تو رو ببینم مصاحبه خواهم کرد. من همیشه میگم سپیده بمب صحنه است. این صدایی هم که الان میشنویم بینندگان عزیز، صدای مردمه که از اون ور استیج میاد. فکر میکنم همین دلیل این عشق و علاقه‌ای که تو داری به مردم ایران این باشه که اینجوری بمب صحنه‌ای و واقعا هر وقت رفتی روی صحنه نمبر 1 بودی. ببین آخرین حرفت قبل از اینکه بری بالا این استیجی که هر سال میری برای مردم ایران چیه؟ آرزوم اینه که یک روز در ایران باشم و این کارو بکنم. به آرزوی اون روز هر روز رو زندگی میکنم و براتون آرزوی تندرستی و سلامتی دارم هر جا که هستین. اینجا چه شوری داره واقعا. من که این پایین وایسادم واقعا پاهم داره چه سوالایی از من میکنی این موقع که میخوام برم استیج؟ خب شمارش معکوس شروع میشه. الان کم کم سپیده باید بره بالا. من البته اینو آروم میگم شاید نشنوه. من نقشم اینه که استرس هنرمندای ایرانی رو بیشتر بکنم توی اوبهازن همیشه. فدات شنیدم، بین این همه صداتو شنیدم. فدای تک تکتون، مرسی از این همه عشقتون. باور کنین که الان از من میپرسیدن بهترین، الان که داریم روی صحنه چه حالی داری؟ گفتم شاید بهترین، بزرگترین، مجستیک ترین زمانی که من توی کار هنریم دوست دارم همین لحظه روی صحنه بودم و با شماست. بقیه رو بیخیال، ویدیو نمیدونم آلبوم و بلا بلا بلا، همینجا که روی صحنه باشم با شما برنامه اجرا کنم، با شما باشم، انرژی شما رو فیل کنم، برای من یک دنیا نعمته. قربون همگیتون برم.